سلام به همه علاقه‌مندان دنیای طراحی و پارچه. به مدرسه فشن جاشا خوش اومدید. آموزش امروز آموزش پارچه مخمل هست و من 2 نوع پارچه رو خیلی اختصاری براتون توضیح میدم تا با پارچه مخمل کمی بیشتر آشنا بشید. اولین پارچه که بررسی میکنیم مخمل 3 خط هست. مخملی که از جهت طولی و عرضی دارای خاصیت کشسانی هست. مهمی که درخشش پارچه رو پیش از کشیدن حتما در نظر بگیرید. پارچه بعدی که با آدم حرف میزنه، مخمل کره‌ای. این پارچه اما فقط کشش عرضی داره. سطح کاملا یک نواخت بدون حتی یه دونه پرز اضافه با خواب منظم و درخشش کنترل شده که زیر نور خودشو نشون میده. توی کانال تلگرام کلی برای توضیح گذاشتم. بین این 2 مخمل یه دنیا فاصله است. وسیله مورد نظر برای این آموزش مدرنگی پلیکروم، کدهای 219 192 169 و سفید و مشکی. البته که از مارکرم استفاده کردم. مارکر 193 از برند بیسیک تاج مارکر مورد استفاده من بوده. بزن که بریم. اول کار رو مربعی بکش، بعد شروع کن چین و شکنای پارچه رو بکشیدن. عکس این پارچه رو تو کانال تلگرام برات گذاشتم. وقتی طرحمو با پاکن خمیری کمرنگ کردم، مارکر رو برمیدارم و شروع میکنم کادر مربعی پارچه‌مو بکشیدن. حواست باشه که اینجای کار رو کلی دقت کنی. حالا با مارکر کل کادر مربعم رو پر میکنم. ببین اگه این کارو تند انجام بدی اصلا لک نمیافته. دوباره از همون مارکر استفاده میکنم. همون چین و شکنایی که اول کار کشیدی رو با همین مارکر مجدد پررنگشون کن. نه مارکر رو نذار کنار. با همون مارکر سایه روشنای پارچه رو مجدد پررنگ کن. نوبتی هم باشه نوبت استفاده از مداد رنگیه. کد 192 رو برمی‌دارم کنم به برفکی سایه زدن. یعنی اصلا نباید دستت فشار داشته باشه و باید همه منافذ کاغذ رو ببینی. این نکته کلید طلایی کشیدن مخمله. با کد 192 در حقیقت اون جاهایی که با مارکر سایه گذاشتم رو دوباره سایه پردازی میکنم و فشار دستم رو در فرو رفتگی ها بیشتر میکنم. جاهایی که نور میخوره اصلا نباید مداد رنگی بزنیم. یعنی از همون بعد به کشیدن اونها رو بکر نگه میداریم. با این ترفند الان دیگه کل سطح مخملی کارم در اومد. تیرگی های میانی رو با کد 169 نشون میدم. جاهایی که حس کردید یه مقدار تیره تره از این کد رنگی استفاده کنید. اما صبر کن که هنوز تموم نشده. بریم سراغ اصل ماجرا. رنگ مشکی که مهمترین رنگ در تصویرسازی پارچه مخمله. شروع میکنم به برفکی سایه زدن. مداد تو دستتون تو این فرمت باید خیلی سبک و با دقت از رنگ مشکی استفاده کنید، چون رنگ مشکی جلوه نهایی مخمل شماست. رنگ مشکی باید به خوبی فید بشه تو دل سایه ها. از قسمت عمق چین ها فشار دستم رو زیاد میکنم و در نقاط برجسته فشار دستم رو خیلی کم میکنم. بذار یه نکته رو بهت بگم. با تکرار کردن رنگ مجدد و بارها رنگتو پررنگ کن، به جای اینکه مدادتو فشار بدی و بافت مخملی رو از بین ببری. این نکته رو یادت نره. قسمت های برجسته پارچه من هنوز هیچ مداد رنگی نباید بخوره که در مرحله بعد بهتون میگم چیکار کنید. رنگ باقی مونده چی بود؟ آفرین، رنگ سفید. رنگ سفیدتو بردار و شروع کن نورها رو با فشار دست خیلی ملایم و بافت برفکی به وجود آوردن. اصلا در استفاده از رنگ سفید هیچ فشار دستی نداشته باش. خیلی ملایم و آروم روند مداد رنگی سفیدم رو ادامه میدم. و اما اتمام کار مخمل فوق‌العاده طبیعیمون، این تصویرسازی واقعا جذابه. اگر در این آموزش با من همراهی کردی حتما مخمل جذابت رو استوری کن و صفحه مدرسه جاشا رو روی استوری منشن کن. منتظر لایک ها و کامنتاتون هستم.